الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، ان شاء الله سبحانه و تعالی حالا یک جواب و یک رد به یکی از دجال های زمانه خواهم گفت. دجالی طاغوتی ملت مسلمان های تاجیک که اسلام را دارد تحریف می کند و مردم را به سوی کفر و شرک دعوت می کند، این محمد اقبال صدرالدین است. البته در حق این انسان در درون یکی از درس‌هایمان کمی صحبت کرده بودیم و همه می دانند که این انسان کی هست. منحرف گمراه و به شرک غوطه زده است. اما وقتی که صحبت‌های آخر این انسان به دست من رسید، به خود واجب دانستم که یک جواب به این انسان بکنم و نصیحتش بکنم، شاید که هدایت یابد. و اگرچه این هدایت نیابد و همین گمراهی و زلالت و شرک و کفر را باز اختیار بکند و غوطه بزند، بسیاری برادران و خواهران موحد از حقیقت این و از فتنه‌اش با خبر خواهند شد. و البته دو صحبت این انسان مرا وادار کرد که حتما جواب را به این دجالی زمانه بدهیم. صحبت اولش نسبت دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم که کمی صحبت کرده بود. وقتی که ما گفتیم امروز حزب نهضت و محمد اقبال مشرک اینها دفاع از رسول الله نمی کنند، اروپا را افضل و بهتر از رسول الله می دانند، انتخاب اینها نه رسول الله هست بلکه اروپا هست، برآمد یک صحبتی کرد و گفت که آیا ما رسول الله را دفاع نکردیم؟ موضوعش وجود دارد. در همین جا گشته و برگشته کفر را بیان کرد و آشکار گفت، شما گوش بکنید، آشکار میگوید که صحبتش همین است که میگوید این پادشاه فرانسه هر عملی کرد موافق قانونش کرد. موافق قانونی آزادی بیان، این گناهگار نیست میگه. این کافر است، این خودش رو مسلمان نگفت، هر چیزی کرد موافق قانونش کرد و ما هیچ ضدیتی به این نداریم میگه. و البته این کفر است از دو جهت. از جهت اول انتخاب کردن همون قانون، جایز دانستن همون قانون و بر او دشنام دهندگان رسول الله آشکار و واضح این کار نکردن. و حالا یک صحبت نوبتی دیگرش به ما رسیده است که میخواهم اولا به شما گذارم، شما از کفر شرک این انسان با خبر بشوید، از صدایش خودتون بشنوید و بعد از این جوابش را از قرآن و سنت و اجماع و منهج سلف این امت بدهیم. و کسانی که خرد دارند، کسانی که فهم دارند، کسانی که آدم پرست نیستند و الله پرست هستند، حقیقت را ببینند و بشنوند و اختیار بکنند. یا راه جهنم را که این دوستی کردن با شیطان و با همون یاران و شیطان و با قانون پرستا است، یا جنت را و عبادت الله را و جانب مؤمنین و موحدین را. بارک الله فیکم. ما هیچ دولت ساختنی نیستیم که اون دولت بیرون باشد از اون چیزی را که برای مردم ما یگون چیز جدید باشد. دولتی که ما میخوایم تشکیل کنیم اون دولتی آزاد باید باشد. ببینید یه معنای سخنش همین است و آشکار سخنش، واضحیت سخنش همین عیناً سخن محیدین کبیری که در سال 2018 19 20 گشته و برگشته تکرار میکنن که ما دولت نمیخواهیم که مخالف امروزه دولت مردم باشد، ما دولت آزاد میخواهیم، دولت دموکراتی میخواهیم. کفر صریح و کفر بواح است. دومش در اون مسیحی آزاد باشه، در اون مسلمان آزاد باشه، در اون حجاب آزاد باشه، در اون زردشتی آزاد باشد، در اون یهودی آزاد زندگانی کند،
در اون شیعه آزاد باشد، در اون همه آزاد باشد، هیچ کس ظلم نکند. من یک سنی در او همه آزاد باشد. اینجا البته این محمد اقبال دارد تلبیس میکند. تلبیس ابلیس همین است که شما را فریب میدهد. یعنی حجاب آزاد باشد، کسی که گوش میکند فکر میکند که فقط جانب آزادی دین را گفته شده است که گویاش کفر است. در آخر یک علامت هم به بینمازها، به مشرکها، به مرتدها، به قانون پرستها و به این به دموکراتها یک رسالچه را ارسال کرده گفت همه آزاد باشد. او چرا آشکار گفتن نمیتواند؟ از این کمی میترسد. حالا هم کمی ترس دارد، شاید کمی ذره الله ترسی در قلبش وجود دارد، لیکن همه آزاد باشد. چخیلی که خودشان میگویند و چخیلی که چندین برابر خودش تکرار کرده بود و گفته بود که ما حکومت میخواهیم که مثل حکومت اروپا باشد، آزاد باشد، ما فقط کنستیتوسیون تاجیکستان را میخواهیم تطبیق بکنیم و دشمنی ما به خانواده امام علی هست. انا همین را میخواد، همه آزاد باشد، کفر و شرک آزاد باشد، حلال و حرام در کنستیتوسیون باشد و انمین اراده کردن حکم غیر الله است و انمین کفر اکبر و شرک اکبر است. ای کسانی که ایمان دارید، شما آیا به گفته الله و رسول و سلف صالح دین خود را میگیرید یا که به یک انسان گمنامی که تعلیم علمی شرعی ندارد، فقط در افغانستان کمی تعلیم گرفته است، یک کسی که حتی عدالت ندارد، حتی عدالت نه در جانب دنیا و نه در جانب دین ندارد و کسی که آشکار به شرک واقع شده و شما را به سوی شرک دعوت میکند؟ الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره نساء آیه 60: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. آیا دیدی ای محمد صلی الله علیه وسلم آنهایی را که دعوا میکنند؟ اینجا سوال به معنای اینکه وجود ندارد، همچنین انسان‌هایی که خودشو دعوا کنند مسلمان. یعنی آیا دیدی کسایی که دعوا میکنند، از عموم دعوا میکنند که ما مسلمانیم، لیکن بر دروغ دعوا میکنند که مسلمانیم. کلمه زعم وقتی که در زبان عربی یزعمون آمد، یعنی اینها میگویند که ما مسلمان هستیم اما مسلمان نیستند، اونها کافرند. دعوا میکنند که ما مسلمانیم، ایمان آوردیم به تو، به آن چیزی که به تو از قرآن نازل شد و ایمان آوردیم پیش از به تو آمده از پیامبران و از کتابهایشان. خودشان مسلمان میگویند، ایمان آوردیم به قرآن، به محمد صلی الله علیه وسلم، به دین میگویند، اما چی میخواهند؟ یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، میخواهند که مراجعت به محکمه های طاغوتی بکنند، میخواهند که حکومت طاغوتی به عباره این خوبسای مشرکین آزادی، مردم سالاری، سکولاریستی، دموکراتی به عباره مشرکین دموکرات اسلامی در روی عالم جاری بشود. انا همین حکم غیر الله را میخواهند. حکم غیر الله چی است؟ طاغوت. حکم طاغوت را میخواهند، در حالتی که الله به اینها امر کرده بود که ایکفروا به این طاغوت کفر ورزید، به حکومت طاغوتی کفر ورزید، به هر یک حکمی که به حکم غیر الله هست، نامش آزادی است، نامش چیزی دیگر است، عدل است، کفر ورزید. یعنی ترکش کنید، بگوید که این کفر است و کسانی که به این پیروی میکنن کفر است میگید. این سخن الله است. این البته آیت به الله پرست ها است. آدم های انسان پرست 100 آیت دیگر رو میبریم، شاید باز انسان پرستیش رو ادامه بدید، زیرا هدایت در دست الله است. شیخ محمد امین شنقیطی علامه اهل سنت و جماعت در کتاب اضواء البیان مجله 4 صفحه 83 میگویند: وبهذه النصوص التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله على ألسنة رسوله إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. و با این نصوص قرآن که ما ذکر کردیم، سوره نساء 60،
آشکار و واضح، غایت 100% ظهور واضح است که میگن هر کسی که پیروی از قانونهای وضعی میکند، اراده قانونهای وضعی میکند، جانبدار این قانونهای وضعی هست و تطبیق قانونهای وضعی را میخواهد، همانا که این قانونهایی که شیطان ساخته است به زبان دوستانش، این قانونهایی که مخالف شریعت الله و سنت رسول الله هست، هر کسی که همین جانب را خواهد، همین جانب را طرفداری بکند. به مانند محمد اقبال صدرالدین که میگوید ما هیچ مخالفت به این سرقانون و به این کانستیتوسیون نداریم و ما فقط با خانواده امام علی مشکلی داریم، با خانواده رئیس جمهور مشکل داریم میگه، با این مشرک مشکلی داریم میگه، اما با خود شرک مشکلی ندارد، با خود کافر مشکلی دارد اما با خود کفر مشکل نداره میگه. از همین جهت در همون دفاعی که گویا که رسول الله را گویا که دفاع کرده بود میگوید که ما طرفدار تطبیق همون کانستیتوسیون هستیم، کانستیتوسیون تاجیکستان بهتر است و در دوام سخنش هم اینجا هست میگذاریم انه لا یشک فی کفرهم، هیچ شک نیست در کافر بودن این چنین انسان ها و شرکیهم و در شرکشان، هیچ کسی شک نباید کند که این چنین انسان ها کافرند. با زبان پر و با اطمینان بگوید که محمد اقبال صدرالدین مشرک است، مرتد است، کافر است و کسانی که پیروای همین همچنین عقیده دارند مشرکین و مرتدین هستند و ما یک چند بار این مسئله رو چندین سال است که داریم بیان میکنیم، زیرا که اینها جانب طاغوت را اختیار کردند، اراده حکم طاغوت کردند، اراده مراجعه تو محکمه طاغوتی کردند و در مجلس های طاغوتی رفتند و در اوبسی و غیره نشستند که این کفر اکبر است و هیچ کسی شک نباید بکند. همون کسایی میگند شک میکند در کافر بودن همچنین انسان هایی که طمس الله بصیرته، الله بصیرت را یعنی حق خواهی را، جدا کردن بین حق و باطل را از قلبش گرفته است و قلبش را کور کرده است از نور وحی. کسایی که کفری محمد اقبال صدرالدین را نمیداند قلبش پر از ظلماتی است و کور هست. سبحان الله، تأمل نما ای کسی که حقیقت را میخواهی، تأمل نما که وقتی که وفات کردی تو را این پیشواهایت نجات داده نمیتواند. بارک الله فیکم. پس هیچ فرق بین شرک قبر پرستی و سجده کردن به قبر و بین شرک حکم وجود ندارد که ما همه این را بیان میکنیم. حالا باید سخنش رو گوش بکنیم که چی میگه. ما هیچ دولت ساختنی نیستیم که اون دولت بیرون باشد از اون چیزی را که برای مردم ما یگون چیز جدید باشد. دولتی که ما میخوایم تشکیل کنیم اون دولتی آزاد باید باشد، در اون مسیحی آزاد باشد، در اون مسلمان آزاد باشد، در اون حجاب آزاد باشد، در اون زردشتی آزاد باشد، در اون یهودی آزاد زندگانی کند، در اون شیعه آزاد باشد، در اون همه آزاد باشد، هیچ کس ظلم نکند. من یک سنی حنفی هستم، نباید به کسی ظلم کنم. یک برادر دیگر ما شیعه است. سنی حنفی نیستی. محمد اقبال صدرالدین دعوا میکنه سنی حنفی است، یک هواپرست است. ابو حنیفه رحمه الله یکی از کسانی هستند سخت‌ترین انسان در باب حکم کردن به حکم غیر الله، حتی پادشاه‌های فاسق را تکفیر کردند، خروج را به پادشاه‌های فاسق واجب دانستند، تکفیر کردند. در بعضی از روایت‌هایشون آمده است. تو کجا حنفی هستی؟ هیچ نزدیکی به مذهب حنف نداری، تو یک مشرک هستی. تو دینی جدید داری و دین تو این دموکراسی هست و دین دیگرت این نفس پرستی است. الله هدایتت بکند. و دومین مشکل است میگه برادران شیعه. ما همیشه میگفتیم، 10 سال پیش میگفتیم و همه برادرانی که از منطقه خودی بنده هستند میدانند که من و دیگر برادران طالب علم اهل سنت و جماعت بیان میکردیم که شما حزبی های دموکراتی رافضه پرست هستید و رافضه ها را به تاجیکستان منتشر میکنید و همیشه دشمنیتون به اهل توحید است و مشرکی کفری شما همین است که رافضه را که تمام کفریات و شرکیات را جمع کرده اند برادر میخونید. برادر این دجال انا همین رافضه ها هست، شیعه ها. گفته خودش با اسماعیلیه ها هم در تویسان یک چند بار تکرار میکند.
به خاطر سیاست کفری شرکیشان شده اینها تمام شرک و کفر رو به خودشان اجازه دادند. و از همه دوستی نزدیک این خبیث انا همون سید یونسی استرافشنی دین فروخته کافر شده مرتدی که اینها همیشه همکاری با هم دارند. انا همین است عاقبت حزب نهضت و پیروانش که به شرک واقع شدند. ما هیچ دولت ساختنی نیستیم که اون دولت بیرون باشد از اون چیزی را که کاری نمیتونیم کرده و چنین زبانی کسی کاردار نیستیم. اونش که حجاب بپوشد بپوشد، اونش که ریش میگذارد گذارد، اونش که ریش میتراشد به خودش مربوط است. ما یگان دولت تشکیل کردنی نیستیم که با زوری مردم زیر یک عقیده و زیر یک فکر جمع کنیم. انا همین است اشکار واضح. ما یک دولت یعنی بنا کرده نیستیم که زیر یک عقیده و زیر یک بارک الله فیکم دین جمع بکنیم. انا همین است عقیده نهضتی ها. مراجعه من به نهضتی ها همین است که کسانی که شما پیروی از نهضت کردید، جان خود را از خویش و اقربای شما سپاریدند، به این نهضت وفات کردند و مردند و رفتند. البته نیت خوب داشته باشند و مقصدشان شریعت باشد، الله اونها را البته که اجر میتید. از اهل توحید باشند شهید هستند. اما امروز کسانی که ترمه ها داخل شدید از خویش و تبارهای شما و مبلغ های زیادی رو صرف میکنید و تا حال امید دارید، از این صحبت های واضحش فهمیدید که اینها دولت اسلامی حکومت قرآن و سنت رو نمیخواهند. اینها باز همون دموکرات میخواهند. لشکران حکومت تاجیکستان اگر حکمش مرتد باشد، لشکران حزب نهضتی که باز عیناً همون حکومت دموکراتی رو میخواهند، انا همون حکم رو دارند. مرتد و مشرکند. زیرا که مشرک بودن و مرتد بودن مناط کفرش، سبب علت کفرش این اراده کردن حکم غیر الله است، تطبیق کردن حکم غیر الله است، خواستن حکم غیر الله است. هر کسی که به حکم الله حکم نکند و به حکم غیر الله حکم کند مشرک است. هر کسی که به حکم الله هم حکم نکند، به حکم غیر الله هم حکم نکند، اما اراده کند خواهد حکم غیر الله را تطبیق کند، مشرک است و کافر است. هر کسی که مراجعت به محکمه طاغوتی یعنی همون حکم های برآمده نو برآمده کند مشرک است. هر کسی که اجازت بدهد که محکمه هایی که سودهایی که هست سودهای همون کانستیتوسیونی باشد، این هم مشرک طاغوت است. چه که در سوره نساء 65 الله میگوید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم بر ربت ای محمد که مؤمن نمیشوند، چه که علامه الشنقیطی و سعدی و دیگر از علمای اهل سنت در جماعت ابن باز و غیره میگند لا یؤمنون یعنی اصل ایمان ندارند، کافر هستند تا همان زمانی که تو را حاکم قرار بدهند در اون مسائلی که در بینشون نزاع قرار شد. یعنی تا آن زمانی که سودشون سود شرعی نباشد، تا آن زمانی که محکمهشون محکمه شرعی نباشد، اینها کافر هستند. تا آن زمانی که مراجعت به محکمه های طاغوتی میکنند، اراده محکمه های طاغوتی و قانون های ساخته بافتمی مردم میکنند، اینها کافرند. اینها مسلمان نیستند. زیرا که مسلمان کسی هست که باید به حکم الله و رسول سر فرود آورد، چه که در سوره احزاب آیه 31 یا که بگیم آیه 36 الله سبحانه و تعالی میگوید و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. مؤمن و یک زن مؤمنه اختیار ندارد زمانی که الله به بالای او یک حکمی را قضاوت میکند و رسولش یک حکمی را قضاوت میکند، اختیار ندارد که از این حکم به دیگر حکم رود. وظیفه‌ش همین است که به همین حکم باشد. برای دعوت، برای مصلحت، برای آینده وقتی که به حکم دیگر میرود، وقتی که میخواد که ما آزادی میخواهیم ما این میکنیم و به همون کانستیتوسیون ها ما ضدیت نداریم میگوید، البته که این کافر است و مشرک است. بارک الله ما فیکم. هیچ دولت ساختنی کسیمون نیست. هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم آزادی همین ملت باید از دست همین فرعون با 7 دختر، چند هزار داماد، چند تا خسر بچه آزاد شوه. این همین چیزا میخوایم ما. این همین مقصدی که چپشون دارن آزاد باشن. کلیسایی که رحمانوف چپشون کرد مسیحی ها بسازن کلیساشون، یهودی هایی که کنیشتاشون چپه کردن فروختن بسازنشون، کار عبادتاشون انجام بدین. ما به هیچ دین، به هیچ مذهب، به هیچ کسی مخالفت نداریم. ما انسانیم و انسان انا نمین است. ببینید و آنچه که قانون برای هر یک شهروند گفته است
تشکیل همون باید عمل کرده شد. انا این مشرک و مرتد و کافر شدنش باز آشکار واضح شد. بله باکی ندارد که یهودی ها کنیسای کوچانده شده رو گشته بنا کند، زیرا که در اصل اگر کنیسا باشد یا که یهودها گشته حکومت اگر ویران کرده باشد ساختنش رو بعض از علما جایز میگند، اما افضلش این است که جایز نیست. اما مثلا اینجاش که میگه که ما انسانیم، اینها یک قاعده دینی نو برای انسانیت. امروز در عالم یک شرک نو به وجود است، انسانیت و قانونیت. انسانیت همین است که ما همه انسانیم، اگرچه یک کس عبادت غیر الله را کند، اگرچه یک کس این از همه مقدسترین چیزش کنیسوت باشد، اگرچه یک کس لوتی باشد، اگرچه بگویم لواتی باشد، اگرچه یک کس مخالف الله و رسول باشد و مشرک باشد، دعوت به سوی شرک کند و یک کس موحد باشد، میگه همه برابریم و همه انسانیم. ما به انسانیت به همدیگر جمع میشویم، نه به دین. انمین است که به یک چند کفر اینها داخل میشود. اولا انکار حکم الله و رسول. الله و رسول بین مشرکین و بین موحدین جدا کرد، بین مسلمین و بین کافرین جدا کرد و گفت افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم کیف تحکمون. آیا ما مسلمان ها را به مانند مجرمین و کفار قرار میدیم؟ شما کی هستید که چگونه خواهید حکم میکنید؟ ای انسان تو از کجا حکم میکنی و این سخنی که میگویی از کجا است؟ بله جواب معروف است که از کنستیتوسیا و از همین قانونهای مشرکین برآوردن است. و میگوید که ما فقط قانون را تطبیق کردن میخواهیم. انا این دیگر از شرک واضح است، آشکار و واضح به زبانش گفته ایستاده است، اقرار است. از همه شهادت سختترین انسان به کفرش خودش به زبانش است که میگه که ما اقرار میکند و میگه که ما فقط قانون را میخواهیم که تطبیق کنیم. قانون چیست؟ قانون انا همون سرقانون و همون کنستیتوسیون های برآمده و اصلش سرقانون و دموکراتیه. انا این است که کسی که ذره از علم شرعی اهل سنت و الجماعت با خبر است به کافر بودن این و به مشرک بودن و مرتد بودن شک نمیکند. اما اینجا من میخوام یک نقطه رو بیان بکنم که بعد از این صحبت ما طرفداران و بندگان محمد اقبال دجال و غلامانش و گمراه شدگان حزبی دموکراتی ها به ما هجوم میزنند که میگویند شما طرفداری شاید حکومت باشد و این آن. صحبت ما در حق حکومت معروف است و حلقه های درسی ما وجود دارد و در یوتیوب وجود دارد که ما این حکومت را بریشش تا پایانش حکومت کفری، مرتدی و مشرکین میدانیم. رئیسش و لشکرش همش مشرکین مرتدین هستند. و باز یک صحبت الهیده کرده بودیم و گفته بودیم که نهضت، گروه 24 و آشکار کسانی که همین قانونی وضعی را قانون‌های گذاشته شده کنستیتوسیون رو میگن، اینها هم مشرکین و مرتدین هستند و مناط کفر حکومت و گروه 24 و محمد اقبال صدرالدین و نهضت و اینها مناط کفرش است، همش همین درباره حکم است، شرک در حکم. زیرا که چگونه ای که سجده کردن به غیر الله این شرک است، حکم کردن به حکم غیر الله شرک است. چی خیلی که الله در قرآن گفت ولا یشرک بعبادت ربه احدا، ای مسلمان ها در عبادت الله کسی را شریک قرار ندهید. همون الله گفت ولا یشرک فی حکمه احدا، در حکم الله یگان حکم دیگری را، یگان حکم کسی دیگری برآورده را جماعت را شریک قرار ندهید. سوره کهف آیه 26. کسی بیاید و بگوید که شرک عبادت و شرک حکم از هم دیگر فرق دارد، شرک کردن در سجده این شرک است اما شرک کردن در حکم این شرک نیست، بگید این مرتد است و مشرک است. حتی ابن عامر در این آیت سوره کهف آیت 26 از خواندن گفتن که ولا تشرک والحاکم مشرک، شرک را قرار نده زیرا که کسی که حکم به غیر الله میکند مشرک است. چه خیلی که کسی که اراده سجده غیر الله را کند مشرک است، پس کسی که اراده حکم غیر الله را کند مشرک است. و در مسئله حکم الله آشکارتر و واضحتر گفته است اراده یریدون ان یتحکموا الطاغوت. شرک اراده داریم، شرک نیت داریم، شرک قصد داریم. ای به خواب زده ها از خواب بخیزید و ببینید که این شرک ها را شما نمیدانید و در روز قیامت به الله گفته نمیتوانید که من نمیدانستم. و ندانستن شما در شرک
و جهل شما در شرک و تقلید کورکورانه شما به این پیشوایان دجالتون و تعویلتون عذر نیست. و کسی که جاهلانه شرک اکبر را میکند، البته که در حالتی که حق ظاهر است، قرآن و سنت به او رسیده است، او خالد مخلد فی النار است بعد از مرگش. مگر ما به این دنیا به خاطر تحقیق عبادت الله نآمده ایم؟ مگر ما به این دنیا به خاطر به دست آوردن رضاگی الله نآمده ایم؟ مگر نتیجه ما باید این رضاگی الله و داخل شدن به جنت نیست؟ اگر همین است پس توبه کنید و از این راه انتخاب کرده شرکتون بازگردید. این راه شما به سوی جنت نمی رود. چخیلی که یکی از شاعرها میگه ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. این راهی که شما گرفتید به کعبه نمی برد، بلکه به ترکستان است. این راه که تو می روی به ترکستان است. تو به جنت گفته به جهنم رفتی ایستاده. زیرا که هیچگاه تحقیق نمی شود توحید، هیچگاه موحد نمی شود انسان تا همون زمانی که اراده حکم یگانه الله بکند و حکم غیر الله را کفر ورزد. کفر ورزیدن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی و به این حاکم های امروزه و به این بگویم محکمه های طاغوتی و به این پارلمان هایی که قانون میبرارند، کفر ورزیدن، انکار کردن، بد دیدن و کفر دانستن و تکفیرشون کردن، این رکن اولی لا اله الا الله است. و هر کسی که انا همین رکن به جان آورد، حالا لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. کسی که این قانون های برآمده را انکار نمی کند و کفر نمی داند و این پیروانش را تکفیر نمی کند، داند که لا اله الحقش حال صحیح نیست، درست نیست، حال مسلمان نشده است. اگر پیش از این مسلمان باشد پس مرتد شده است، زیرا که کفر به طاغوت ندارد. کفر به طاغوت چی است؟ کفر ورزیدن به طاغوت، به الههای باطل، به ارباب. ارباب چیست؟ به همون طاغوت هایی که به شما قانون میبرند، به اونها باید کفر ورزد و اونها رو تکفیر کرده شد. خیلی که سوره توبه آیت 31 به این دلالت میکند. خیلی که حدیث صحیح امام مسلم روایت کرده، حدیث حاتم الطائی بین عدی ابن حاتم الطائی بین دلالت میکند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پیشوایان خود، علمای خود، یا که قانون برآورندگان خود، یا که حاکمان خود، یا که پارلمان خود را به خود رب گرفتند. قانون‌های برآورده اینها را اراده کردند و خواستند و در تحقیق کردنش کوشیدند. پس اینها چی هستند؟ مشرکین هستند که انسان‌ها را به سر خود رب گرفتند و ربشان که در قرآن کنستیتوسیاها را بیان کرده بود، الله که از همه جانب کنستیتوسیاها را بیان کرده است، این کنستیتوسیاها قانون‌های الله را به یک طرف گذاشتند و گفتند که این سال عصر 21 است، در عصر 21 قرآن را تطبیق کرده نمی شود و باید به غیر قرآن رویم یا دیگر علاج نداریم و غیره و غیره. به شرک اکبر و کفر اکبر رفتند و اینها مشرکین آدم پرست هستند. عدی بن حاتم الطائی را حدیث عدی بن حاتم الطائی معروف است که در روایت امام مسلم آمده است که پیامبر میگن که شما یهودی ها آدم را میپرستید، علمای خود را عبادت میکردید. عدی بن حاتم الطائی میگه که ما كنا نعبدهم، ما اونها رو عبادت نمی کردیم، یعنی به اونها سجده نمی کردیم، به اونها عبادتی که در قرآن اومده است انجام نمی دادیم. پیامبر میگن که نه، میگن شما سجده نمی کردید اما شما اطاعت می کردید به قانونهای برآورده اونها. اذا حرموا حلالا فحرمتموه، اگر یک حلال الله رو حرام کنند شما موافق میشید و اگر یک حرام رو حلال بگن باز شما موافق میشید. تلك عبادتهم، انمین است عبادت کردن اونها و انمین است که شما یهودی ها مشرک شدید. و امروز هم اگر امت خود را مثل یهود، یعنی مانند یهود بکند و امروز هم قسم از امت به سرش یک کسی را بگیرد و به گفته همون رود که گفتش مخالف قرآن و سنت باشد هم برود، یا که بگویم اراده حکم های طاغوتی کند، خیلی که یهود مشرک شده بود این امت مشرک می شود. پس همین است که ما شرک نهضت را، شرک این گروه ها را و افرادش و رؤساش و طالب علم را گشته و برگشته بیان کردیم و آشکار و واضح و با تمام یقینی و با تمام مسئولیت میگوییم هر یک عالمی که به نام عالم باشد و هر یک طالب علمی که به نام طالب علم باشد خود را اعضای حزب نهضت اسلام بداند و منهج نهضت اسلام را فهمیده باشد که انمین تطبیق دولت اروپایی و تطبیق حکومت قانونی بگوییم امروزه انمین کنستیتوسیون است، مرتد و مشرک است. زیرا که این طالب علم است، این عالم است، این عذر ندارد، این دیده و دانسته رفته شده است و در سر اینها این یک انسانی که جاهل است این را طالب علم گفته نمی شود که در افغانستان کمی تعلیم گرفته است،
از قرآن و سنت و منهج سلف صالح دور است، دجال محمد اقبال صدرالدین مشرک است و کسایی که در رئاسات عالی این همچنین عقیده ها کار میکنند. پس آیات ها در این مسئله بینویت زیاد است. الله سبحانه و تعالی میگه الا له الحكم، آگاه باشید که همه حکم از جانب الله است. این الحکم الا لله، همه حکم از آن الله است. امر الا تعبدوا الا ایاه، الله امر میکند که غیر از الله دیگر کسی رو عبادت نکنید. در سیاق کلام وقتی که نظر میکنیم، علامه محمد امین شنقیطی و احمد شاکر میگن که یعنی به حکم غیر الله حکم نکنید. اگر به حکم غیر الله حکم کردید، یا که مراجعت به محکمه طاغوتی کردید، یا که دفاع حکم طاغوت رو کردید، یا که همون تطبیق حکم طاغوت رو خواستید، گفتید که ما فقط قانون میخواهیم گفتید، پس شما عبادت غیر الله را کرده، شما مثلی که سجده به غیر الله کرده و شما مشرک هستید. سوره یوسف آیه 40. پس ای حزبی ها، ای مشرکین که اراده قانون غیر الله را دارید، ام لهم شرکاء، آیا شما یگون شریکای دارید که شرعوا لهم من الدین، برای شما قانون برآورده و تشریع کرده باشند از دین، ما لم یأذن به الله، اون چیزی که الله به شما اجازه نداده است. از پیش خود چرا در دین الله صحبت میکنید؟ پس بارک الله فیکم، انا این است حقیقت این مشرکین. آشکار و واضح میگن من قانون میخوام. ما سخن علما رو در این مسئله ذکر میکنیم که کسی که قانون میخواد حکمش چیست. ما هیچ دولت ساختنی نیستیم که سخنش رو گوش میکنیم. ما انسانیم و انسانیت و آنچه که قانون برای هر یک شهروند گفته است طبق همون باید عمل کرده شود. این همین چیزا میخوایم درست. همونم میگم که در تاجیکستان حاضر به نام دموکراسی، در اصل دموکراسی حالی نیست. خدا نصیب کند این رئیس جمهور حاضره تستر کنه، خداوند کریم جانش گیره، این بچهش به فکر ما رئیس جمهور. انا ببینید گپ درباره چی رفته است؟ گپ درباره دموکرات کنونی جامعه تاجیکستان رفته است. یعنی امروزه کانستیتوسیا، سرقانون و ماده ها خوب است، ما طرفداریم و ما همین تطبیق میکنیم، لیکن فقط حاکم همون کانستیتوسیا ها رو، همون سرقانون رو به جان آورده است میگه. چخیلی که در دفاع گویا که رسول الله هم گفته بود، این مشرکی دفاع از رسول الله نه، دفاع از این شیطان فرانسوی و از این قانون فرانسه کرده بود، میگه که اگر میگه انا من امام علی رحمان همون کانستیتوسیا سرقانون رو تطبیق کند، ما به هیچ مشکلی نداریم. هیچ کس به او مشکلی ندارد. خطا کردید. ما مشکلی داریم. شما که شیطان های این انسی هستید و بنده های شیطان هستید، مشکلی به شیطان و به لشکرش و به این بگویم قانون ها نداشته باشد. الله و رسول البته که این قانون ها رو کفر میداند. انا همین است مشکل اینها. و من مراجعتم به همون مسلمان های هست که به صحبت های این دجال همراه میشوند، به این صحبت میکنند احتیاط باشید که شما را از دین بیرون میکنند. در حدیث متفق علیه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یک کلمه را انسان دفاع میکند، یا که قبول میکند، یا که بعد از شنیدنش سکوت میکند، یا که خودش از زبانش میگوید یهوی بها الی النار، و به سبب همین کلمه ندانسته گفته است به آتش جهنم میرود. و این زنی که اینجا برآمده صحبت کرده شده است، حالا درباره دموکراتی گفته است که حالا تویسون دموکراتی حقیقی نیست، شما بیاید دموکراتی حقیقی کنید و غیره و غیره. الله ما هیچ دولت ساختنی نیستیم. زنشون کار درست. همونم میگم که در تاجیکستان حاضر به نام دموکراسی، در اصل دموکراسی حالی نیست. خدا نصیب کند این رئیس جمهور حاضره تستر کنه، خداوند کریم جانش گیره، این بچهش به فکر ما رئیس جمهور نمیتونه، چون خریزمای پروی تل پرزیدنت ندارد. همون که من همین خواهش دارم که همین واژنی سرمایه گذاری در مردم کنه. بسه این قطر و باغ و همه چی بسه همین داری کنن. بینید همین در یک سرقانون یگان مشکل نداره. سرقانون یگان مشکل نداره. باور بکنه سرقانون تاجیکستان بهترین سرقانون، یگان مشکل داره وجود، مشکل در رحمان و فای. انا واضح، انا آشکار، انا شرک. کسایی که محمد اقبال صدرالدین را بعد از این سخنش مشرک نداند، خودش مشرک است. حزبی هایی که دفاع محمد اقبال صدرالدین بعد از این سخنش میکنند، همش مشرکین مرتدین میشند. زیرا که میگه که سرقانون جمهوری تاجیکستان هیچ مشکلی ندارد. سرقانونی که اختیار کردن دین را جایز میداند،
سرقانونی که حلالهای الله کرده رو حرام کردن رو به سبب مردم یا به اختیار مردم جایز میداند. حرام های الله رو حلال کردن رو جایز میداند. سرقانونی که لادینی هست دین رو اختیار نمی کند. البته 10 اساس دموکراسی رو یک بار شما مطالعه کنید که این چی است. اصلش بدینی است سرقانون های عالم. انا همون میگه مشکلی ندارد. مشکلی ندارد چی است؟ یعنی ما به او هیچ ضدیتی نداریم، ما موافق هستیم و این خوب است. یعنی این خوب است گفته است و این آشکار و واضح به کفر وارد شدن است و عبادت کردن غیر الله است، اختیار حکم غیر الله است و حکم غیر الله را از حکم الله افضل دانستن است و منهج هدی غیر رسول الله را از منهج هدی غیر رسول الله دانستن است. این به تمامی شکننده های والله اعلم 10 گانه وارد میشد. هم شرک است، هم بارک الله فیکم افضل دانستن منهج غیر رسول الله است، هم دشمنی کردن به اهل توحید است و آشکار کردن است و هم کمک کردن کفار و مشرکین، مظاهره المشرکین و معاونتهم است. یعنی تطبیق کردن این قانون های کفری و افضل دانستنش و هیچ مشکلی ندارد گفتن است. این بزرگترین یعنی کمک کردن به کفار است، روی گردانیدن از دین است و بالاخره به شرک اراده، به شرک نیت و به شرک قصد وارد شدن است. ما 5 نمود شرک داریم: شرک در دعای عبادت و دعای مسئلت، و شرک در نیت اراده قصد، و شرک در تشریع قانون براری، شرک در حکم تحاکم اطاعت، شرک در محبت. به همین 5 نمود شرک ببینید سبحان الله محمد اقبال صدرالدین به همش واقعش دیست است، به اراده و نیتش. مشکلی امروزه مسلمان ها این است که شرک را حالا نمیدانند، حالا توحید را نمیدانند. بسیاری انسان هایی که خود را مخلص میدانند حالا شرک را نمیدانند. شرک در نزد اینها فقط یک نمود شرک است: شرک عبادت، شرک نیت اراده قصد نمیدانند، شرک تشریع قانون براری نمیدانند، شرک طاعت انقیاد اتباع نمیدانند، شرک حکم نمیدانند، شرک محبت نمیدانند. این شرک ها به قرآن و سنت ثابت شده است. اما ندانستن شما بدونید که جهل عذر نیست. از این دیده با واضح‌تر چی می‌خواهید؟ از این دیده با واضح‌تر محمد اقبال به شما چی بگوید؟ شما سرمایه گذاری کنید، خدا سرقانون اختام پرداخت میکنید. سرقانون یگان مشکل نداره، سرقانون یگان مشکل نداره. باور بکنید سرقانون تاجیکستان بهترین سرقانون، یگان مشکل داره وجود، مشکل در رحمان و فعل. یک بار دیگر گذاشتیم تا که یقین کنید. اجماع را نقل میکنند. اسحاق ابن راهویه یکی از علمای خراسان زمانی احمد ابن حنبل، هم عصر احمد ابن حنبل سلف صالح، و این چنین ابن جریر الطبری وفات کننده 302 هجری، و این چنین محمد ابن عبدالبر، و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، و این چنین در شفا القاضی عیاض و علمای دیگر که هر کسی که یک چیز از آمده الله را انکار کند یا که یک شریعتی غیر شریعت الله را از شریعت الله افضل داند یا که یک قانون‌هایی که برآمده است که انسان‌ها برآورده است هیچ مشکلی ندارد درست است بگوید، انا همین انسان به اجماع علما کافر است. به اجماع علما کافر است، زیرا که قرآن نازل است. و هر کسی که حکم میکند به حکم غیر الله به اجماع علمایی که نقل کردیم کافر است. ابوالبختری میگن که در زیر سوره بگیم توبه آیت 31 اما انهم لم يصلي لهم ولو امروهم ان يعبدوهم من دون الله اطاعوهم ولكن امروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فاطاعوهم فكانت تلك الربوبيه. انسان هایی که مشرک شدند به خودشان رب گرفتند، اینها به او سجده نکردند، به اون انسان ها سجده نکردند، بلکه اطاعت کردند، قانون های برآورده اینها را خوب گفتند. مشکلی نداریم با قانون های برآورده شما، این قانون های برآورده شما هیچ مشکلی ندارد گفتند و اطاعت کردند، همین قانون ها را تطبیق کردند، به همین قانون ها اطاعت کردند. فتلک الربوبیه، انمین بود گفتند ربوبیت، انمین بود که همین قانون را و سازندش را به خودشان رب گرفتند و مشرک در توحید ربوبیت شدند. ابن جریر طبری در تفسیرشون ذکر میکند الله اکبر، الله اکبر. پس انا این است
ابن عثیمین میگن که هر کسی که اراده حکم غیر الله را بکند پس حکم غیر الله را از حکم الله افضل دانسته است، پس این مشرک است. ابن حزم ظاهری هم اجماع را نقل میکنه و یکی از سخنهای بهترینشون که گفتن میگن که من حکم بحکم الانجیل ما لم یأتی بالنص علیه و هی وحی فی شریعه الاسلام فانه کافر و مشرک خارج عن المله. هر کسی که حکم بکند به حکم انجیل، ببینید به حکم دموکرات نه، حکم دموکرات هزارها مرتبه پستر از انجیل است، زیرا که حکم انجیل اصلش از الله سبحانه و تعالی. به حکم انجیل حکم بکند در حالتی که قرآن همون حکم را تصدیق نکرده باشد، پس این حاکم یا اراده کننده همین حکم یا که مراجعت کننده به همین حکم کافر است، مشرک است، خارج از ملت اسلام است. حالا محمد اقبال صدرالدین کدام حکم را مشکلی ندارد گفته است؟ همون حکم دموکراتی را که محمد ابن ابراهیم آل شیخ ابن عبداللطیف رحمه الله میگن که بدترین شرک زمانه، واضح ترینش، خبیث که مردم را توده به کفر درآورده است و این کفر زمانه است و این شرک زمانه است، این چی است؟ این دموکراتی است که خبیث ترینش است. الله المستعان. مشکل در وجود، مشکل در رحمان و فای. سرقانون تاجیکستان ما با فرانسه نگاه کردم تقریبا یک است. یعنی که مثلا اون چیزایی که اینا خودشون تفسیر کردن، یعنی مهلت پرزیدنتی را بردن با 5 به 7 بردن رسوندن، بعد دیگه بردن فرعون درست کردن، با نزدیکی باید که سجده کردن، این چیزا هم باش ترکتوات خود رحمان فای. هیچ مشکل در سرقانون وجود نداره، در سرقانون هیچ مشکل وجود نداره. بهترین سرقانون دون رحمانوف ننوشته است. یعنی اون چیزایی را که با منفعت خودش عوض کرده است، همون عوضای کردگی را برآوردن در کار سرقانون. یگان مشکلات نداره در سرقانون هیچ مشکلی نیست. الله المستعان. این سخنش رو گشته و برگشته قریب 10 بار تکرار کرده است. 10 بار سرقانون مشکل ندارد میگه. رحمانوف ننوشته است. کی نوشته است؟ انسان نوشته است یا که الله نوشته است؟ انسان نوشته است. انسان کسی نباشد وقتی که قانون میبرد، سرقانون، قانون اساسی، قانون قرآن و سنت نه، قانون اساسی، این مشرک است و مرتد است. و همون هم مشکلی ندارد گفته پیرو شدن مشرک مرتد است. این از نظر دینی ما امین است. این دین است. ابن تیمیه رحمه الله در خیلی که مجموعه الفتاوا آمده است، مجله 28 صفحه 524 میگن که معلوم بالاضطرار من دین المسلمین و باتفاق جميع المسلمین ان من سوغ اتباع غیر دین الاسلام او اتباع غیر شریعه محمد صلی الله علیه و سلم فهو کافر. معلوم است به اضطرار، همه مجبور است و همه میفهمد، یگان جای نفهمی نیست. این معلوم است به اضطرار از دین مسلمین که اتفاق میکنند همه این مسلمان ها به این که هر کسی که تسویق کند، یعنی پیشبری کند پیروی کردن غیر دین اسلام را، یا که اتباع پیروی کردن غیر شریعت محمد را، پس او کافر است به اجماع. اینجا محمد اقبال صدرالدین مشرک به سوی چی دعوت میکند؟ پیروی کردن به سوی قرآن و سنت یا که به سرقانون؟ میگه که سرقانون تاجیکستان به سرقانون فرانسه هیچ فرق ندارد، مگر سرقانون فرانسه را الله فرستاده است که به سرقانون فرانسه ما دیگر سرقانون ها را قیاس میکنیم. مسلمان باید قیاس بکند که سرقانون هایی که امروز در عالم است آیا به سرقانون هایی که در قرآن است، به قانون های الله برآورده که سرقانون ما قرآن است، آیا موافق است؟ موافق نیست. موافق نیست پس کفر شرک است. همین کسی که تطبیق میکند کافر مشرک است، اراده کند کافر مشرک است. و اینها، این حزبی ها و در سرش این جاهل، این بنده شیطان محمد اقبال حالا نفهمیده است که شرک فقط سجده کردن نیست. این میگه که ما فقط همون گرفتن امام علی میخواهیم، امام علی بگیرند ما دیگر به سرقانون مشکل نداریم. سرقانون به میگه اینا خودشون اضافه کردن به نزدیکی رفته سجده میکنن، یعنی سجده کردن رو عبادت میدونند. عیناً مثل یهود اینها اعتقاد دارد که فقط سجده کردن رو عبادت میدونند. غیر سجده کردن هم عبادت است. وقتی که اطاعت میکنی، وقتی که قانون برآوردهش رو اطاعت میکنی، این عبادت است. مشرک است. این سر لباس پوشیدن، این شکل ظاهریت، این نمازت و این عبادتت به تو هیچ ذره فایده ندارد. چخیلی که در زمان ابوبکر صدیق به یک امتناع کردن از پرداختن زکات، دست کشیدن از پرداختن زکات، مرتد به مشرکین شدند، کسایی که پیامبر رو دیده بودند صلی الله علیه و سلم. این چنین تو هم از اونها کفرت و شرکت وزن‌تر است، سخت‌تر است و یک چند دروازه کفر و شرک را داخل شده ای. پس این به اجماع است. کسایی که گوش میکنین این دجال رو پیروی میکنین و از
حزب نهضت خود رو میدونه، نهضت انا همین است عاقبتش که ما میگه همین سرقانون ما تطبیق میکنیم. سرقانون هیچ مشکلی ندارد. گروه 24 هم همین است و میگه فقط ما امام علی رو گرفته میخوایم. بعد چیکار میکنن؟ یعنی آزادی با آزادی تر، هم از جانب دین آزادی، هم از جانب دنیا آزادی. چه خیلی که ترکیه است. ترکیه حکومت رو مبارزه برد، یک چند سال بگرفت، آزادی رو کمی سخت‌تر کرد. هم به مسلمان ها آزادی است، هم به کفار آزادی است. اما به مسلمان به نام مسلمان آزادی است، اما به موحدین آزادی نیست. برادری عزیزم، ای خواهر موحدیم، به تو آزادی نیست. چه خیلی که در ترکیه ابو حنظله یکی از موحدین و جماعتش رو همیشه میبرند، ترمه میکنند، به موحدین صحبت کردن اجازت نمیدن، موحدین رو به قتل میرسونند. به نام مسلمان باشی به تو آزادی است، دیگر آزادی نیست. سبحان الله. ابن تیمیه رحمه الله میگن که ایمان آوردن به وجوب الواجبات الظاهره المتواتره و تحریم المحرمات الظاهره المتواتره هو من اعظم اصول الايمان و قواعد الدين و جاهد له کافر باتفاق المسلمین. ایمان آوردن به واجب بودن واجبات ظاهری که متواتر است، یعنی ضرور دانستن و همون قانون هایی که مخالفین است همون انکار کردن، کفر دانستن و حرام بودن اون حرام هایی که ظاهر است متواتر است. این از اصول دین است. آیا کانستیتوسیا امروز انا همین حرام الله رو حلال میداند؟ سرقانون حلال الله رو حلال میداند یا حرام الله رو حرام میداند؟ یا که سرقانون میگوید که اصل قانون برآوردن این مردم است، مردم رب است، مردم چیزی رو که حلال کرد حرام است حلال است، هر چیزی که حرام کرد حرام است. سرقانون فقط مردم رو میگه، رب سرقانون مردم است. پس کسی که یک قانون میبرد که در این قانونش اجازت میدهد حکم برآوردن را به غیر حکم الله یا به دیگر انسان ها با حق میدهد، چه خیلی که سرقانونی دموکراتی به مردم حق میدهد، این کفری بواح و ظاهر است و کسی که طرفدار میکرد کفر است. حقیقت شریعت چیست؟ حقیقت شریعت میگن شیخ الاسلام تیمیه اتباع الرسل، پیروی کردن از رسول است. هر یک امت حقیقت شریعت پیروی از رسول کرد و دخول تحت طاعتهم و داخل شدن تحت طاعت قانون الله و رسول و قانون همین شریعت است. کما ان الخروج عنها خروج عن طاعت الرسول، چه که خارج شدن از دین همین خارج شدن از طاعت رسول است و طاعت رسول این دین است الذي امر بالقتال علیه، اونی که امر کرد به جنگیدن به خاطر همین. پس کسی که امروز میگوید که ما به همون سرقانون پیروی میکنیم هیچ مشکلی ندارد، ما همون میخوایم گفته یک چند متکر میکند، به دین غیر دین رسول، به شریعت غیر شریعت رسول دعوت کرده است. اینها اعراض از حکم الله و رسول کردند و به حکم اعراض هم گرفتار شدند. لما اعترض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطر وظلمة في قلوبهم وكدر في أفواههم ومحق في عقولهم وهم أصبحوا كفارا بذلك. در کتاب فوائد آمده است. زمانی که روی گردانیدند از مراجعت کردن به محکمه الله و رسولش، به کتاب و سنت و از تطبیق حکم الله و رسول و اعتقاد کردن به همون عقیده های باطل خود و به همون اکتفا کردن، البته به همین کافر شدند. ببینید ابن القیم جوزی اجماع را نقل میکند که هر کسی که پیروی از حکم تورات و انجیل بکند و پیروی از حکم قرآن و سنت نکرد کافر است. چی برسد از دموکراتی؟ دموکراتی از حکم تورات و انجیل دیده سخت‌تر است و وزمین‌تر است و فسادتر است و کفرتر است. ان من التزم ما جاءت به التوراة والانجیل ولم يتبع القرآن فانه کافر. و در جای دیگر میگن که هر کسی که اراده به وجود آوردن حکم تورات و انجیل بکند این کافر است. چی برسد به دموکراتی؟ پس انا همین است حقیقت اینها به اسلام و مسلمین می جنگند، اینها به اهل توحید می جنگند و این سخنهای ما بیان میکند که اینها مشرکینند. و البته که مذهب اینا چی مذهب است؟ نامشان رو مسلمان میگن. مذهب اینا جهمی است، پیروان جهم ابن صفوان هستند. جهمی های عصر انمین، حزب نهضت و محمد اقبال و غیره است که این قانون های برآمده را تکفیر نمیکنند. اما بدانید که ابن کثیر اجماع را نقل میکنند و میگویند که اجماع هست که همه علما
دولت تتری که ساخته شده بود تکفیر کردن که این دولت تتر دولت کفر است به خاطر همون حکمش. حالا آنکه نبیره های چنگیز خان در آخر مسلمان شده بود، نبیره های چنگیز خان مسلمان شده بود، نماز جمعه میخوند، قسمی از لشکری نبیره های چنگیز خان مسلمان شده بود. وقتی که عراق و شام، قسمی از شام در زیر تصرف حکومت تتر بود، این تترها حکمانش نماز میخوندند، اما به حکم غیر الله حکم میکردند. از همین جهت ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، ابن کثیر اجماع را نقل میکنند که اینها این حکومت کفر است، حکمش کفر است، لشکرش کفر است و هر کسی که اراده تطبیق همین حکومت را دارد کافر است میگفتند. اجماع را نقل کرده بودند و آمدی نقل میکنند که علما اجماع کرده اند در تکفیر دولت عبیدی فاطمیه که در مصر دولت فاطمیه ساخته شده بود. علما اجماع کردند که این دولت کفر است و هر عالمی که اهل سنت و الجماعت خود را بگوید، هر طالب علمی که خود را اهل سنت و الجماعت بگوید و به همین ها کم موافقت بکند و به منبر این مسجدهاش براید و در منبر مسجدهای این دولت طاغوتی چی کند؟ امر معروف نهی از منکر بکند و در حق همین حکومت دعا بکند یا که اراده کند اختیاری همین حکومت رو. انمی خیل عالم طالب علمی که خودشون رو اهل سنت گفتند هم مرتد هستند. میگن که کل خطیب یخطب فی منابر الدوله العبیدیه الفاطمیه کفار و مرتدین. هر یک خطیبی که در بالای منبرهای ساخته این دولت کفری عبیدی رافضی میکند کافر است مثل اونها، زیرا که این همونها را اقرار کرده و همونها را اراده کرده. من فکر میکنم با همین شما میفهمید. در کتاب ارشاد فوزان میگه که مثل القانون الذي ذكره ابن كثير القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة. مثل قانون هایی که ابن کثیر ذکر کرده که این کفر است و شرک است، این قانون امروزه قانون دموکراتی گذاشته شده است که بسیاری دولت ها به این حکم میکنند این کفر است و هر کسی که همین عمل رو انجام داد و اختیار کرد این کفر است. بارک الله فیکم. و البته سخن ها در این باب به نهایت زیاد است. پس ما به خود شما حواله میکنیم که هدایت رو میخواهید یا که شرک رو میخواهید. هدایت رو خواهید مرحمت، هدایت همین است. هدایت همین است، دیگر راهی هدایت وجود ندارد. اطاعت کردن به این محکمه طاغوتی، اراده کردن این حکم طاغوتی سرقانون هیچ مشکلی ندارد. گفتن سرقانون شیطان رو قبول کردن است. عبادت کردن انا همین شیطان است. الله المستعان. من یکی از سخنهای علما رو میگم، با همین سخن رو به پایان میرسانم. خیلی که محمد امین شنقیطی میگویند رحمه الله: الاشراك بالله في حكمه والاشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. شرک قرار دادن در حکم الله و شرک قرار دادن در عبادت الله، در سجده و طواف و غیره، همش به یک معنی است میگن. ولا فرق بینهما، البته هیچ فرق بین دو این شرک وجود ندارد. فالذي يتبع نظاما وتشريعا غير تشريع الله، هر کسی که پیروی میکند، اراده میکند، خواهش میکند نظامی رو و شریعت رو که غیر نظام شریعت الله باشد، کالبوذی یعبد الصنم و یسجد للوثن و کلاهما مشرک بالله. این به مانند یک بودیست است که سجده به بت میکند و سجده به وثن میکند و هر دوش مشرک است. یعنی هر کسی که پیروی از سرقانون تاجسون است میگد، پیروی از این نظام های کفری میکند و هر کسی که پیروی و از بودیستی میکند، هر دوش یک خیل مشرک است. هر کسی که بگوید که سرقانون این دموکرات هیچ مشکلی ندارد، این گویا که گفته است که بودیست ها، دین بودیست ها هیچ مشکلی ندارد، هر دوش مشرک است. حالا یک کسی به شما بگوید که دین بودیستی هیچ مشکلی ندارد، جایز است، ما به او هیچ مخالفت نداریم، ما به او هیچ اشکال نداریم، ضدیت نداریم، بگوید آیا همین کافر است یا نیست؟ به اجماع کافر است. کسی که نه کافر نگوید خودش کافر است، مرتد است، مشرک است. و این چنین هر کسی بیاید بگوید که سرقانون هیچ اشکال ندارد، ما طرفدارش هستیم، ما اراده میکنیم و غیره و غیره، البته که این مشرک است و مثل بودیست است. این سخنی محمد امین شنقیطی علامه اهل سنت و الجماعت است، در کتاب اضواء البیان ذکر شده است. عبدالعزیز ابن باز در کتاب وجوب تحکیم شرع الله، در کتاب واجب بودن حکم کردن به شریعت الله میگن که من خضع لله سبحانه و اطاعه و تحکم الى وحی فهو العابد لله. هر کسی که سرخم کند، اطاعت بکند، اراده حکم الله را کند، اطاعت حکم الله را کند و مراجعت به وحی الله کند، این عبادت کننده الله است، عابد لله. و من خضع لغیره، هر کسی که سرخم کند به غیر شریعت الله،
اراده شیء غیر شریعت الله کند و تحکم الی غیره و مراجعت به محکمه غیر شریعت الله کند، فقد عبد الطاغوت و انقاد له، به تحقیق عبادت کرده است طاغوت را، یعنی غیر الله را، و به همون پایبند عمل کرده است. سبحان الله. سرقانون این برآورده قانون انسان است و این کفر است و هر کسی که دولتش همچین دولت باشد کفر است و اراده همچین دولت رو کردن کفری است و کفر است. این موضوع در کتاب رساله دیگرشون که نقد القومی است میگن و کل دولت لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. هر دولتی که حکم به شریعت الله نکند و به شریعت الله سرخم نکند و به حکم شریعت الله حکم نکند، این دولت جاهلی، کفری، ظالمی، فاسق است. و هر کسی که این دولت رو دفاع میکرد کفر است، یا هر کسی که همین سرقانون رو دفاع میکرد کفر است و مشرک است. عبدالرزاق العفیفی میگن که من کان منتسبا للاسلام عالما باحکامه، هر کسی که خودش رو انتساب به اسلام کنه، نسبت به اسلام دهد، عالم به احکام باشد، ثم وضع للناس احکاما، و بعد از این برای مردم یک حکم دیگری رو قرار بدهد و به مردم یعنی خبر بدهد، این عالم است، طالب علم است، و به مردم میگه که فلان سرقانون هیچ اشکالی ندارد، من طرفدار امون هستم، شما هم یعنی بگوید که اشکالی ندارد، یعنی به مردم پیشنهاد کند یک قانون غیر الله را و هيئ لهم نظاما و برای اونها یک نظامی رو مهیا بکند، لیعملوا بها تا که به همون عمل بکنند، و یتحکموا الیه تا که به همون مراجعت کنند و همین رو عدل داند و همین رو مخالفت به شریعت اسلام نداند، فهو کافر خارج من ملت الاسلام، این کافر است، خارج از ملت اسلام است. این کی است؟ این محمد اقبال صدرالدین عیناً همین است که خودش رو به اسلام نسبت میده، خودش رو طالب علم و عالم میگه، به پیروانش عالم میگن یک جاهل است، و بعد از این به مردم پیشنهاد میکرد که سرقانون هیچ مشکلی ندارد و مهیا میکند و مراجعت کردن به این محکمه را جایز میداند، پس این کافر از خارج ملت اسلام است. و کذا الحكم فی من امر بتشکیل لجنه او لجان لذلك، و این چنین حکمی کسایی که یک جماعت رو میسازند، یک لجنه رو میسازند برای پیشبرد این حکم غیر الله سبحانه و تعالی، اینها هم حکمشون کفر است و کفر است. و من امر الناس بالتحكم الى تلك النظم والقوانين او حملهم على التحكم اليها ومن اطاعهم في التحكم باختياره فجميع هؤلاء شركاء في الاعراض عن حكم الله. و هر کسی که مردم را امر کند به مراجعت کردن به محکمه های این نظام های قانونی و این طاغوتی کافر است، و هر کسی که به همین انسان ها اطاعت کند کافر است، اگر به اختیارش اطاعت کند کافر است، و همه اینها اعراض از حکم الله دارند. بعضیشون قانون میبرند و بعضیشون تطبیق میکنند و بعضیشون اطاعت میکنند، همهشون کافرند. فكلهم اتبع هواه وكانوا شركاء في الالحاد والكفر، همهشون پیروی از هوا و هوس کردند، همشون شریک در الحاد و کفر هستند. ولا ينفعهم عملهم، به اینها عملشون فایده نمیبخشد بشرع الله، یعنی عملی که شریعت الله، نماز میخوانند، روزه میدارند، ذکر اما این به اینها فایده نمیبره، برای اینکه اینها مشرکند. و اعتقادهم ما فيه مع اعراضهم انه وتجافهم لاحکامه. نظر کنید به کتاب الحكم بغیر ما انزل الله صفحه 402 صفحه 64. انا این است حقیقت اهل سنت و الجماعت. انا این است ای پیروان حکومت طاغوتی اسلام و مسلمین، شما هیچ بوی از اسلام ندارید و شما هیچ نزدیکی به اسلام ندارید. دین شما دیگر دین است، نامش سکولاریستی است، آزادی است، مردم سالاری است و دموکراتیستی. این دین شما است. پس حکم محمد اقبال صدرالدین و کسانی که همچنین محمد اقبال صدرالدین عقیده دارند کفر است و شرک است و کافر است و مرتد است و مشرک است. توبه به سوی الله باید بکند. اگر توبه نکرده بمیرد، این انسان خالدا مخلدا فی النار است. به خاطری چی؟ به خاطری که حجت به این 100% رسیده است. و البته اگر زنش موحده باشد، زنش برای این حرام است. فرزندهایش باید به پدرش نصیحت بکند که توبه بکند و به سوی الله بازگردد. به خاطر دو لقمه نان و به خاطر شهرت پیدا کردن کفر شرک را نصرت ندهد. این هم مشرک است، هم کافر است، هم مرتد است. اراده حکم غیر الله میکند، هم دعوت به حکم غیر الله میکند، هم افضل میداند حکم غیر الله را و میگد که هم هیچ مشکلی نداره. میگد این یک چند شرک کفر را انجام داده است. و اما مسئله کسانی که محمد اقبال صدرالدین را عذر میدهند و مسلمان میدانند، نصیحت من به شما این است که بدانید که شما اسلام و شرک را فرقش را نرفتید. اگر شما اسلام و شرک را فرقش را میرفتید، محمد اقبال صدرالدین را مشرک میگفتید.
از سبب همین که اسلام و شرک را فرقش را نرفتید و شرک را اسلام گفتید و اسلام را شرک گفتید، شما هم مشرک هستید. اگر دیده و دانسته همه این کفریاتش را فهمیده و دیده و دانسته بعد از این فهمیدن باز او را دفاع کنید و او را مسلمان دانید، عاذری ها شما هم مشرک هستید و مرتد هستید. زیرا که شما اسلام و شرک را در یک جا جمع می شود گفتید. اسلام و شرک به اجماع سلف صالح در یک جا جمع نمی شود. اما اگر شما نفهمیده این کفریات شرکیات محمد اقبال را نفهمیده شما او را مسلمان بگویید، البته برای شما حجت رسانده می شود و بعد از حجت باز او را دفاع کنید، شما هم مشرک هستید. و این است حقیقت اسلام، این است حقیقت مذهب اهل سنت و جماعت و این است قرآن و سنت با فهم سلف صالح است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. ما میگیم که ما کفر میورزیم به شرکتون و به شما ای مشرکین و براءت خود را از شما ای مشرکین اعلام میکنیم و ما موحدین هستیم و ما کفر به طاغوت داریم و ما براءت از کفار مشرکین داریم و موالات بر موحدین داریم و ما در ملت ابراهیم علیه السلام ملت حنیف هستیم که این ملت ابراهیم حنیف، این منهج رسول الله و قرآن و سنت و سلف صالح از شما بیزار هستند و از شما البته که براءت خود را اعلام کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحد.